در یک دهه مرد هیزم شکن سحری از خواب بیدار شد. لباس کاریش را پوشید و میخواست به جمع آوری هیزم رود، ولی دید که تبرش در جایش نیست و ناپدید شده است. او به همسایه‌اش گمان بر شد و پیش خود گفت حتما همسایه تبرم را دزدیده است. مرد هیزمکش با این فکر و خیال رفتارهای همسایه‌اش را زیر نظر گرفت. او دید که همسایه‌اش در دزدی کردن مهارت دارد. مثل یک دزد راه می رود، مانند یک دزد می خواهد چیزی را پنهان کند، پیچ پیچ کرده گپ می زند، با نگرانی این طرف و آن طرف را نگاه می کند. مرد هیزمکش باوری کامل پیدا کرد که تبرش را همسایه‌اش دزدیده است. او به خانه اش در آمد تا لباسش را عوض کند و به نزد قاضی رود و از همسایه‌اش شکایت کند. وقت لباسش را عوض کرد و میخواست پایافزالش را بپوشد، دید که تبر در کنار جای پایافزالی ایستاده است. هیزمکش نو به یادش آمد که او دیروز از روی سراسیمگی تبرش را در جای هر روزه اش نیو در اینجا مانده بود. هیزمکش به حولی برآمد و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دید که او مثل یک آدم شریف راه می رود، احتیاطکارانه رفتار می کند، هنگام گپ زدن حلیم و با وقار صحبت می کند، به این طرف و آن طرف می نگرد تا مبادا کاری را فراموش نکرده باشد. نکته این داستان: هیچگاه نباید زود خلاصه برآورد، هیچگاه نباید با سراسیمگی به دیگران بدگمان شد. ما انسان‌ها وضعیت و موقعیت‌ها را با فکر خود بررسی می‌کنیم و بها می‌دهیم، در حالی که فکر ما محدود است و به همه پهلوهای مسئله احاطه ندارد. پس باید زود قضاوت کنی و پیش‌داوری را کنار گذاریم.